روی هم نشستیم با مسیج صحبت میکنیم. مریم مسیج میده محمد ایشون هم جنسگراست مثلا. میگم نه این حرفو نزنی یا صحبت نکنی یا. میگه که ایشون معتاده، جن معتاد دارم میبینم، دارم مواد میبینم، دارم طرز استفاده از مشروب رو میبینم. میگم ولش کن، ما قرار نیست آبروی کسی رو ببریم، ما اومدیم کمک کنیم به مردم که بیان طرف خدا و پیر